سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز یکم می سال 2026 عید مای به همه شما مبارک باشد. سالهای شوروی روز یکم مای تمام مردم در میدان ها می برآمدند. عید بود، رقص و بازی و سرود بود. من اینجا پانورامی عمومی آسایشگاه دکتر طاهری. حالا که بسیار رفقا خواهش کردن که اما حدود آسایشگاه پرتت در فیسبوک تلگرام ما یه بار بینیم که چقدر اونجا جنت بوده است. من این جنت روی زمین. من بینید بالا قله های بلندترین کوه ها. آسایشگاه در بلندی 1750 متر از سطح بحر جایگیر شدگی و انا پرنده های آوازشش میسادید. اینجا خیلی زیاد پرنده ها هستند، صدای خوش میبرند. اونها هم رقص و بازی میکنند، سرود میکنند. انسان هم همین. اساسا برنامه ما بدوید و بخندید و برقصید تا شفا یابید. اگر آدم همین دائم در حرکت باشد، خرسند باشد، رقص کرده ایستاده سرود خواند، تیزتر شفا مییابد. انا مرحمت با آسایشگاه دکتر طاهری. 10 روز کورس طبابت، استراحت، آموزش، 3000 سومون، جای خواب، خوراک همش داخل میشه. بسیار آدم ها این سوال هم میتونن. برای ما این سوال شما هم جواب دادم. بعضا 10 مرتبه می نویسن چند پول یک شبانه روزش دیگر چی بکرد. انا حاضر آسان من شما همه اخبارات دادم. خواهش من تا با تلفن 92 786 80 27 زنگ زنید، نام نویس کنید، چون که اینجا آسایشگاه همگی برای 30 نفر. مثلا من در خاجابی گرد کار میکردم، 750 نفر اونجا جای داشت. آدم ها به نام نویس هم آماده میگرفتن، جای هست در آنجا. میگه جای ما همه حاضر. اگر از 5 ناحیه 5 نفره بیان، 25 نفر قریب که جای ما محدود میشه. 10 روز باید با شما انتظار شده. برای ما خواهش میکنیم که قبلا نام نویس کنید و وقت روز معین اومدنتون رو معین کرده، بعد برای طبابت و استراحت و آموزش بیایید. سلامت و زربلند باشید و برنامه ما تا 100 سال عمر دیدن، بیمار نشدن هست. این آموزش هست. اگر خورده یاد گیرید، عادت بکنید، دیگه شما قریب که بیمار نمیشید. همه خود انسان وابسته. سلامت و سربلند باشید.